صبح 9 دکامبر سال 2022 در مرکز سودای مگا خیم که واقع در شورای لنینگراد در ولایت مسکو سوختار شدید به عمل آمده است. گفته می شود ضمن سوختار یک نفر به هلاکت رسیده است. به احتمال زیاد او نگهبان بنا بوده است که در داخل بنا بند مانده است. بنا به معلومات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روسیه، سوختار در بنای مغازه مواد ساختمانی آبی به عمل آمده، بعدا همه مرکز سودا را فرا گرفته است. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که علنگه آتش خیلی بلند و دهشتناک است. حتی در بعضی از این ویدیوها لحظه ترکش مواد شیمیایی که در مغازه آبی نگاه داشته می شده است ثبت یافته است. بنا به معلومات ریا نووستی، ترکش بر اثر سوختار قوطی‌های رنگ و دیگر مواد ساختمانی به عمل آمده است. گفته می شود مساحت سوختار 18,000 متر مربع را در بر گرفته، از جهت خفناکی درجه 4 از 5 بوده است، یعنی خیلی خفناک. در خاموش کردن آتش 70 نفر آتش نشان و 20 تکنیک آتش فشانی اشتراک کرده در مدت 3 ساعت آتش را خاموش کردند. از بنای مرکز سودا تنها دیوارها باقی مانده است و خلاص. ریا نووستی هم از قبل مقامات ولایت‌های فوق‌العاده بر قصدانه سوزاندن مغازه را فرضیه اساسی نامیده است. اتحاد شرکت‌های سوغورته روسیه گفته است که مبلغ ضرر سوختار در مرکز سودای مگا خیم که میتواند از 20 تا 30 میلیارد روبل یا از 300 میلیون نزدیک تا نیم میلیون دلار تشکیل دهد.